سلام بچه ها، امروز اومدیم با یکی از پروژه های آردوینو پرو مینی. قبل از هر چیزی این ویدیو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن. اگه دوست داشتی میتونی این ویدیو هم شیر کنی. خب در اولین نگاه ما یک دونه LCD کاراکتری میبینیم. در پشتش یک دونه آردوینو پرو مینیه، ماژول ساعت با باتری بکاپشه و یک سری سیم که به اونا وصل شده. خب این طراحی خودمه و جای دیگه نیستش. برای روشن شدنش اول باید این دوتا سیم پاورش رو به برق وصل کنیم که این دوتا سیم مثبت منفی داره، به 5 ولت میخوره که همون میشه شارژر موبایل و حالا روش میتونیم باتری هم بندازیم و به صورت اکسترنال ازش استفاده کنیم. خب برای روشن شدنش این دکمه رو یکم نگه میدارم، میبینیم روشن شد، ساعت رو نشون میده و اینجا PM یا AM رو نشون میده که اینه برای اینه که مثلا تشخیص بده که الان روزه. منظورم اینه که منظور صبح یا بعد از ظهره. میکنین این پاور سیو داشت، بعد از 10 ثانیه دیدین صفحه خاموش شد، دوباره اینو نگه میدارم روشن میشه. یه گزینه اینجا هست مال ریست کل دستگاهه که من اگه اینو یک بار بزنم میبینی صفحه خاموش شد و ریست شد و دوباره اومد بالا. حالا چرا زمانی که ریست شد ساعتش صفر نشد و از ساعت صفر شروع نکرد؟ به خاطر این باتری بکاپ پشتشه که باعث میشه حتی اگه این به برق هم متصل نباشه، به باتری متصل نباشه، ساعت داخل خودش نگه داره و هر زمانی که به برق متصل شد ساعت رو پنل نمایشگر نشون میده. خب این ساعت داره 4 تا بازیه. این میتونه این ساعت قابل گذاشتن زنگ، یعنی روش میتونید تعیین کنید که داخل چه ساعتی زنگ بخوره. ما این دکمه راست رو که نگهداریم وارد منو میشه. اولین گزینه این منو استارت اسنکه که یکی از بازیامونه. با دکمه سمت چپ میتونیم اینو رد کنیم و بره بعدی. استارت پینگ پونگ بازی بعدی مونه. بعد استارت ایکس 0 بازی بعدیه XO. بعد اینجا نوشته ست آلارم. ست آلارم یعنی اینی که یک ساعت رو تنظیم کنیم و طی همون ساعت و همون دقیقه برامون زنگ بزنه. یک بار دیگه انتخاب کنیم ست تایم. ست تایم میشه همون ساعتی که اول ویدیو داخل نمایشگر نشون داد. گزینه بعدی ست دیتا. ست دیتا میشه تاریخ که میتونید روش بذارین و هر چند وقت یه بار با ساعت جابجا بشه. بعد گزینه بعدی ست بعد گزینه بعدی پاور سیو که بهتون گفته بودن از این قسمت میتونی انتخاب کنی که پاور سیوش روشن باشه، یعنی بعد از اون تایمی که انتخاب میکنی صفحه نمایش خاموش بشه برای ذخیره انرژی یا نه. گزینه بعدی ست PS تایم. PS به همون معنی پاور سیو، تایم هم یعنی تایم خاموش شدنش. روش که انتخاب کنیم اینجا نوشته پاور سیو، بعد اینجا نوشته 10 ثانیه. مثلا کنین الان انتخابش میکنم 10 ثانیه است، یه بار که میزنم شد 30 ثانیه، شد 60 ثانیه و شد 120 ثانیه. یه بار دیگه که بزنم به 10 ثانیه برمیگرده و با گزینه و با کلید سمت راست میتونم انتخابش کنم. بعد میریم گزینه بعدی. اینجا اسپیکره که اگه اسپیکر رو آف کنید، اگه رو حالت آلارم بزنید یا وارد بازی بشین هیچ صدایی نمیده و اگه اونو آنش کنید وارد هر جایی که بشین صدا میده. من میذارم حالت آف بمونه، برای ذخیره انرژی بهتره. سیو سیتینگ رو داره که یعنی هر چیزی که تا الان انتخاب کردین رو میتونین ذخیره کنید که داخل حافظش بمونه، بعد از قطع برق هم هیچ مشکلی براش پیش نیاد. که من اون سیو سیتینگ رو الان بزنم میبینید که سیو سیتینگ شد و یک باری که اینو بزنم گزینه اگزیته و برای آخرین بازیشو من اولی 3 تا بازی رو گفته بودم، آخرین بازیشم استارت
دینوه که همون بازی دایناسور زمانی که به صورت آفلاین وارد گوگل میشینه. خب این از بازیاشه که میبینید با این بالا پایین میشه که بهت بخوری میبازی و اینجا هم که بعد از اینکه باختی ساعت نشون میده و بعد از 10 ثانیه به صورت اتومات صفحش خاموش میشه. دیدین که الان صفحش خاموش شد بعد 10 ثانیه و هیچ مشکلی هم نداره. این کدشو من به صورت اختصاصی خودم زدم و هیچکی دیگه این کدو نداره. اگه میخوای کدشو بهت بدم حتما کانال منو سابسکرایب کن، ویدیو لایک کن، چون تو ویدیو بعدی قراره کدشو برات بذارم. تا ویدیو بعدی و آموزش دیگر، خدا نگهدار.